نشر تصاویر تازه تهمین ارسلان با شهزاد الفت بعد از نامزدیشان. تهمین ارسلان چرا با برادر قیس الفت نامزد شده است؟ اجرای آهنگ دوگانه تهمین ارسلان و شهزاد الفت در برنامه نوروزی و ایجاد سر صداهای فراوانی. وفات پدر قیس الفت و برهم خوردن محفل نامزدی تهمین ارسلان و شهزاد الفت. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان با شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. تهمین ارسلان هنرمند خوش صدای افغان با صدای خاصش که منحصر به فرد تهمین ارسلان بوده است، شهرت و محبوبیت خوبی در میان مردم افغانستان دارد. تهمین ارسلان بعد از اجرای آهنگ محلی با مهراج وفا بیشتر در دلهای مردم افغانستان جایگاه خاصی برای خودش پیدا کرد. تهمین اما ساله آهنگهای جدید برای دوستداران و طرفداران صدایش می سراید. جدیداً تهمین ارسلان آهنگ دوگانه شیر شکر با شهزاد الفت برادر قیس الفت به مناسبت جشن نوروز جمشیدی نشر کرد که این آهنگ باعث ایجاد سر صداهای در صفحات مجازی شده است. جدیداً دوستان و اقارب تهمین ارسلان نامزدی تهمین ارسلان با شهزاد الفت را از صمیم قلب تبریک گفتند، ولی تاکنون تهمین ارسلان و خانواده الفت در این باره ابراز نظر نکردند. این همه در حالی است که آقای الفت آهنگ یک ماه قبل به دلیل مریضی قاید آلش شده بود در کشور کانادا وفات کرد. من بهشت برین برای متوفا و صبر جمیل برای خانواده قیس الفت از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. اگر این خبر حقیقت داشته باشد برای تهمین ارسلان و شهزاد الفت پیوند نامزدیشان را از صمیم قلب تبریک گفته. عزیزان و دوستداران نیکم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو این کانال نشدید پس برای عضویت با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان آرزو دارم. تا درودی دیگر امیتان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.